سلام دوستای عزیز، زینب هستم، همسر و مادر 4 فرزند هستم. فول تایم کار دارم بیرون از خانه و در پهلویش بزنس خودم سرد گرفتم. اینجا دارم آشپزی میکنم. امروز خواستم یک بولانی تیار کنم و اینجا لپتاپ من پیشم است و میتونم بزنس خودم هم ببینم و چکش کنم. چه خوب است که آدم یک درآمد دوم هم داشته باشه، از خانه کار کنه و کنار فرزندانم هستم الان و خیلی هم خوشحال هستم که در این بزنس منتظر هستم و از این فرصت استفاده کرده خواستم بزنس خود هم پیش ببرم. خوبی هایی که بزنس داره این است که میتونه از هر جای، از هر موقعی که دوست داشته باشم میتونم که بزنس خود پیش ببرم.